سلام به همه عاشقان دنیای پرهیجان گنج و دفینه. امروز قراره با افسانه‌هایی روبرو بشیم که حتی فکر کردن بهشون آدرنالین خونتون رو میبره بالا. گنج‌های گم شده در طول تاریخ کنجکاوی همگان رو برانگیختن. برخی از اونها هنوز هم که هنوز پیدا نشده. پس با هم بریم سراغ تعدادی از این گنج‌های گم شده. گنج اول، گنج دزدان دریایی کاپیتان کید. اولین گنج ما متعلق به ویلیام کید، یکی از بدنام‌ترین و غارتگرترین دزدان دریایی قرن 17 است. افسانه‌ها میگن کاپیتان کید گنجی پر از طلا و جواهرات رو توی جزایر ناشناخته کارائیب دفن کرده. یکی از احتمالات اینه که این گنج‌ها در جزیره اوک دفن شده باشه، جایی که هنوز جویندگان گنج دنبال سرنخ‌هایی می‌گردن. در طول سالها بقایای کشتی‌های مختلفی یافت شدند که انتظار می‌رفته بخشی از گنج کاپیتان کید باشند، اما چنین نبوده. حتی شمش نقره‌ای که به عنوان بخشی از گنج کاپیتان کید به رئیس جمهور ماداگاسکار داده شد، 95% از صلب تشکیل شده بود. ارزش این گنج رو نمیشه تخمین زد، اما اگر پیدا بشه قطعاً یکی از بزرگترین و با ارزش‌ترین کشفیات تاریخ بشره. گنج دوم، گنج الدورادو. خب میرسیم به یکی از افسانه‌ای ترین گنج‌های تاریخ، یعنی گنج الدورادو. افسانه الدورادو به سرزمینی مملو از طلا اشاره داره که یکی از معروف‌ترین داستان‌های تاریخه. با وجود اینکه مکان دقیق الدورادو مشخص نیست، اما گفته شده جایی در آمریکای جنوبیه. اسپانیایی‌ها قرن‌ها پیش شنیده بودند پادشاهی وجود داره که بدن خودش رو با طلا می‌پوشونه و هدایای طلایی به خدایان تقدیم می‌کنه. تا به امروز، به خصوص در دوران تسلط استعماری دولت‌های اروپایی بر آمریکای جنوبی، بسیاری از کاوشگران یا جستجوگران گنج به دنبال الدورادو گشتند، اما هیچ کدوم موفق به پیدا کردن این سرزمین افسانه‌ای نشدند. اگر این شهر واقعی باشه، ارزشش میلیاردها دلاره، اما همچنان مثل افسانه هست و دست نیافتنی. گنج سوم، سن میگوئل، کشتی‌های گمشده اسپانیایی. در سال 1715 اسپانیا تعدادی کشتی بزرگ پر از گنج‌های گران قیمت داشت. دولت اسپانیا تصمیم گرفت تا این کشتی‌ها رو در زمان طوفان جابجا کنه تا دزدان دریایی به اونها حمله نکنند. اما این ایده کاملا اشتباه بود و تمامی کشتی‌ها در طوفان غرق شد و گنجی عظیم رو با خود به قعر آب برد. گفته شده ارزش دارایی این کشتی‌ها میلیاردها دلار بوده. کاوشگران زیادی دست به جستجو برای پیدا کردن این کشتی‌ها زدند، اما همه ناموفق بودند و هنوز هم خبری از این کشتی‌ها نیست. گنج چهارم، گنج گمشده پرو. در سال 1820 میلادی لیما به عنوان پایتخت کشور پرو صحنه یک شورش گسترده شد. در آن زمان افرادی که قدرت رو در دست داشتند به منظور حفظ جواهرات و منابع ارزشمند اونها رو به کشور مکزیک منتقل کردند. گفته میشه حجم این جواهرات چندین تن بوده و 11 کشتی رو اشغال کرده بود. اما دزدان دریایی توانسته بودند در لباس کارکنان کشتی به اونها رخنه کرده و جواهرات رو به دست بگیرند. اونها در جزیره کوکاس در اقیانوس هند مخفی شدند. جالبه که بدونید فردی که از سوی دولت رهبری کشتی‌ها رو بر عهده داشت با دزدان دریایی همدست بود. ارتش مکزیک خیلی زود دست به کار شد، اما دزدان دریایی برای گریز از دست نظامیان به سمت جنگل‌ها فرار کردند. این آخرین روزهایی بود که خبری از این گنج و جواهرات شنیده میشد. در گذر زمان گروه‌های تحقیقاتی زیادی برای یافتن این گنج تلاش کردند، اما هرگز موفقیتی حاصل نشد. گنج پنجم، کشتی سن خوزه. سن خوزه نام یکی از کشتی‌های بادبانی متشکل از چندین تن جواهر است که نزدیک به 300 سال پیش در جریان جنگ انگلیس و اسپانیا غرق شد. ارزش جواهرات درون سن خوزه طبق شنیده‌ها چیزی حدود 14 میلیارد دلار بوده که حقیقتاً از بزرگترین و با ارزش‌ترین گنج‌های گمشده تاریخه. این جواهرات پشتیبانی اسپانیا به منظور جنگ با انگلیس بود. چندین سال پیش کشور کلمبیا موفق شد موقعیت جغرافیایی این کشتی‌ها رو پیدا کنه و بعد از اون جنگی بر سر تصاحب اون رخ داد. البته کارشناسان معتقدند بیشتر این گنج در اعماق دریا مدفون شده و امکان دسترسی به اون وجود نداره. گنج ششم، مقبره کلئوپاترا و مارک آنتونی. گنج مقبره کلئوپاترا از رازهای بزرگ تاریخی و باستانیه.
کلئوپاترای هفتم، آخرین ملکه مصر باستان، یکی از معروف‌ترین شخصیت‌های تاریخه که پس از مرگ در کنار معشوقش مارک آنتونی دفن شد. با این حال محل دقیق مقبره مشخص نیست. برخی از منابع میگن این دو در نزدیکی اسکندریه دفن شدن و برخی دیگه معتقدن مقبره در زیر آب‌های اسکندریه هست، زیرا زلزله‌ها و سونامی‌ها بخش‌هایی از شهر رو زیر آب فرو برده. به هر حال اگر این مقبره کشف بشه، انتظار میره شامل طلاها، جواهرات و حتی مجسمه‌های مقدس و با ارزش زیادی باشه. جالبه که بدونید ارزش تاریخی این مقبره میتونه حتی از ارزش مادیش هم بیشتر باشه. خب دوستان، این بود داستان افسانه‌ای ترین گنج‌های گمشده تاریخ که هنوز آدم‌های زیادی دنبالشن. به نظر شما کدوم یکی از این گنج‌ها واقعیه؟ یا اصلا شما اگر جای کاشف‌ها بودین دنبال کدوم گنج می‌رفتین؟ توی کامنت‌ها برامون بنویسید. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. مراقب گنج‌های زندگیتون باشید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.